خونه یا؟ خونه بابا. آه. بابا. این چه آوردی؟ مادرم میگه پول بدین که برم گاز کنم فکر میگه. میگم؟ بله. کسی رمضان پرسان کنه. چی بابا؟ این بچه کجایه؟ همین رفیقی که بیامده. آه. من چون بابا میگه ما که به ایران بودم یه رفیق من یه هم اتاق ما بودک. هر دو نفر میگه ما دو تا یک اتاق بودیم رفیق بودیم صبح میفتیم سر کارشون پس میام. خالی میشناسه؟ وا دیگه بابا اگه نمیشناختی به خونه را میداد. خب تو فکر کو که این ما اتاق هم نداری 4-5 میشه اینجا بیان داریم کن فقط خوابگاهی هم اون فکر نمیکنه. خب بابا اینجا بیامده مثل که شیمه بخوام استنم کار مدار چی در کار خب میکنه. شیمه مثل برو بخونی قومه دیگه خوب بره دیگه جا بره دیگه جا بره میگه که کنم سوی تنها مده بتونی خونه می. شاید کسی نداشته باشه بابا میره دیگه رفیق من چیکار کنی؟ نگو میری بر رمضان میگی که رخصت کن که بره دیگه. چرا بابا؟ ما اتاقی نداره زندگی نداره جای نداره روزگار نداره یک 4-5 شب میشه بیان دیگه خود تخت پشت خودتون که دم فکر نمیکن که با ما چیزی داری یا نداری. برای رمضان بگو رفیق رخصت. ها رخصت که بخیر. خب بعد پول که برم گاز کنم. خب برو رمضان خواست بور گاز کن دیگه ما پول پیش خود ندار میبینیم دیگه. همون فکر نمیکن که 4-5 شب میشه بیان اینجا فقط خوابگاهه. بابا برو دیگه خونه قوم دیگه خور دیگه جا برو یک شب گفتم دیگه. تو هم اتاق به چی میبینی یک وقت بیرون بیدی بینجا کنی؟ از تو خونی در زندگی در جا مسکنی در خبر جا مسکن خبر دیگه. غیرت به منجی به چهام که به من که به درد ما میخوره میام باز. گیله کرسه کو خط فقط نام خود رزینی دوزار میمون او یکی دیگر سوسه کو که سموم شازران میاد فقط این مسکن بیاد که خود خرید میکنه چگونه یک دم اون بور تا باغ بور یک دم اون توت بده یک دم اولو بده یک دم شفتیالی بده که این کینه. کجا بشه؟ بابا بیارش باید کار دارم. خیلیاته؟ میگم لالا. بگو. بابا میتونه صابون خراب نیست ساعت غال مقال بابا ما بکرده. به خاطر چی؟ آخر به پیا خواهد چی گفتم گفتگ نه گفتگ من اینجا گنون مفتی من روز تاشون زمد میکنیم بیاره که بیگناه بخوره گفتگ برو برا خوب کوره خانه رخصت کنه بره. بعد برو بابا اشتنی گپ بزده. من نمیفهمم خب به پیش وی حساب خودم تو هم ساعت گپ به شما میزنه لالا. نمی برم بریم خود اینو گپ میزنم خیال میکنم. بله گپ. این تا نمیشه که میمون عطا خونه ما رخصت کنیم بعد آخر این مسلمون به اینجا خونی به این نزدیکا بیدی یک کار میکنه. یا روز دو روز 4-5 روز اینجا خب. غمی نداره تو برو زودتر بیا یک گپ میزن. میگم لالا. چی میگی بگو؟ بابا میگه مسئله بنون نیه که من بگم بزینون نمیدم. میگه که آدم بیگونه چی گپ یک روز 2 روز آخر 4 روز 5 روز بشین یا خود پیدا. باشه اون رفیق ما بیگونه باشه آخه یارم به ایران ما هم اتاق بیدیم مسافرت میکردیم خودی هم دیگه. بله بابا. یا پاچی هم میزنم اینو. خیلی داره. گلا بیا متون چه که گیت شدم. ها؟ گیت شدم. گیت تویتا دیگه کم شیرینه. یک رقم مزده میده نه شیرینه نه تلاخه. با نام خدا. او بر بیتر داره نه؟ امینا آنی دیگه آنی سرخ هم هست. تو سرخ بدیدم ایتا بیمزه ندیدم تاله. همه تو تا شما میته چیزایه. آه من که قصه خاک هم نیو.
اینا شیرین تره. ها؟ چرا سر خود بکدشین لالا میمون؟ بیخی سرمه میچرخه. ها؟ میچرخه سرمه. خیلی توت خوردی توتا شیرینه. تمام میتنی. آی خیال و نمیای من نه. ما مخته. من خیلی خوردم. یار تو رم شاید امی گلدر کش کنه گلدر. گیلا اه. بیخی یا دل از خود میره گیلا. ها ها نه. زوف به سرمه میاره. من برم ترمز چای بیارم. نه چای نمیشه، زوف به سرمه میاره. باشه میرم چای میارم. برم. برو میری برو. زودی بیای گیلا. خوبه خوش شو اینجا. خوش شو. من خوش شو. نگو بله. کارت معلوم هست آقا. چه کار؟ خیریته. این بچه از کجاه؟ بابا گفتم رفیق منه دیگه به ایران هم اتاق بودیم آخه خودی. بابا جان رد رفیق بزیر یلکو بچه جان شکم خسر کو ای چند شب میشه بیامده چند روز دیگه هم هستم خریدا خوب کنم میره دیگه. بابا با میک شهر دیگه چی قیم نداره ای وازی ولایت نیه دیگه ولایت ایراد نیه بابا دیگه. به خولت میراد نباش من میرادی چی قیم نداره نه نداره. کی مرتی بیگونی هفتا شهر بیاد و تا سر میوردی رفیق مونه به ایران هم خب اتاق. باشه رفیق تو حالا من چکار کنم بعد کو بری بگم خیلی برو دیگه. میگم میفهمی یک ثانیه دیگه به سراخ نبینو بعد بابا. خلاصه به تو بگم اختیار خود داری در ترتیبی میشه رخصت کو کبره بچه جان من قانونی ندارم که 10 سال میگی نباشه قانونی ندارم این مرتگی بیگونی هفتا شهر بیان در لنگاخ و تا خونه دراز میکن یک دم میبینی میرسه که طبق علوم یک دم دردلوم یک دم شفتلوم خیره بابا خود. بابا جان میمون یک شه گفتم دو شه گفتم نگفتم که 5 6 باشه تمام فکر کو ما شما بچه چی خیر دیدم آنه واله ماس یار یار یار. کجا کردی رفیق ما کجا شد؟ کی؟ حالا چی کردی؟ خود دیگه از کجایه؟ دیگه چی آدم عقل کمال یاد گیره بابا یک کوریاله دادی؟ تو ساو که بکن که کله تو شاخ بری بکنه مثل شاخ بوز بری. وای 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 بابا این پینک سیاهه چرا که بابا؟ خدا به من اولاد داده چه چیزا سر شما کمال مثل دوغ بری سفیده. روز دیگه هم باشه می خریدا اصلا یک ثانیه دیگه میفهمی یک ثانیه دیگه به سراغ نبی کی؟ این بچه که بده بچه که این بچه میمون ازی ایت گل آه بابا بابا برو به ته باغچه نگاه تو دادم بابا کو خوردی. چه کاره گیلا؟ چه کار کردی؟ با چی دست گل بهی دادی؟ شما به من میگه من زاد یک دم به اون شهر که اون زاد من خوب رو باشم بکنه کجا میدم بابا مثل میگه میشا آره میشه باد کنه شکر بعد گیلا تو تا ما خورده میگه من چه شیریته گیت شدم بابا گیت شد آه حالا کجایه؟ کجایه؟ زیر حق تو نمیشه کار بابا پیشی میرم بابا بابا من چه کار کردم رو کن نمیشناسه تو تا شغلی بدادم برای بابا خدا تو بشرمونه گیلا یار یک فرغون تو شغلی بابا بچیندو بتا کندم و چیز کردم همین جگه میگه گیلک جان میگفتم گفتم ما چجوری تا سر چرخ دم بگذار که یک 5 دقیقه سر خوب بگذار هر چی جگه نمیکنم صبر کن میرم پیش میرم بشه کجا میری تو صبر کن برو تو من میرم ورسای کنم برو ساده خدا زد کارم بذار تو شغلیه خوبه رخصت میکنی که بره بابا همین امروز اصلا یک ثانیه دیگه به سرو نبینو رخصت کن که بره بذار تو شغلیه
بابا هم دیگه بریم اینجا هم دیگه نخورده 4 پاچک بستاده بابا اصلا گیج شده اینجا هر چی جق میکنم ماما ایدگل ماما میمون وقتی هم دیگه باد نکرده شکمی بابا میگو چیکار رخصت کردیم بابا بگن منفجر نشه نه نمیفهمم به خود همه شغلی دادم بابا بجور تو شغلی رخصت کردم گفتم باید بر رخصت کنه حالا برای بابا گوبر ترمز چای بیار سرا اصلا یک چکه چای نبیری بریا چای نبیر که نفس دار میکنم با آه میمون یک چه باشدم برای گوی میکشه کجا میره شما بابا من میرم چیز میرم طباق میرم ایدگل یا خدا ایدگل وخی برو وخی باز ما خرابه خاله چه کاره؟ سرچار خواهی توت خیلی خوردی البا ما چون نمیفهم بیخی میته بفت دادم یعنی میتونی بشینی وخی کو ها یا الله ماشاءالله وخی که بریم به خونه بریم وخی نمیتونم دل ما یک رقم بیخی میته سر میته یک رقم خب برو کمتر میخوردی دیگه توت حالا خلاص که نمیشد دیگه درتر هم میادی با ما چون گیلک گفتم وخی که بریم این را دور خواه یارا کمی باد بخوره به سر کله تو وخی بریم به خونه بگی بریم دستم بگی بیا دستم میتونی استا چی؟ یا الله شما هم میتونین که توت میخورین خب تو خیلی خوردی دیگه از اندازه بی اندازه هر که بخوره حال گیله خوب شد بیا ما بگفتم